خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه کنار شما عزیزان گل بیننده خوشگل مشکل هست. بچه ما اومدیم با یه آهنگ جالب، یه آهنگی که تا حالا نرفتیم. خب بریم ببینیم که جورابک و جانی بک قراره چیکار کنن. جانی بک فکر کنم بازم دارم اشتباه میگم. باورت کنید آن دوستان عزیز. جام میسپاریم. اونو چی بود رفتن؟ شما قبول کنید. چی؟ کلاس داره. نگاه کن اینا رو. اینا داشتن میرقصیدن دیگه. شما قبول کنید. چطوری بزرگ میشه الان؟ کارگی کرده. اوکی. اینو با هم نسبیت خاصی دارن؟ نسبیت ای خدا. آره اینا نسبت خاصی دارن. نمیدونم یه دونه فامیلی نوشته بود، نمیدونم چی بود. خب با نسبیت نسبتی دارن. نسبتی دارن. زمینی سختی کشیستان دلی نرمم عطا کرده. خب شروع کرده به حرکت زدن. واقعا خیلی خوب داره شروع میکنه. من خیلی دوست دارم اینو بزرگ کنم. انقدر زمینی سختی چقدر شبیه هم فکر کنم چیزن به نظره فامیلن یا پدر پسر. واقعا آره میشه خیلی شبیه هن. به نظرم اینجوریه مثلا مثل همایون شجریان. آره دقیقا. داشتم هر کی بخوانه خطا اندر خطا کرده است. بمیسلی که یک رویم به سانی چشمه. گفت درشتم هر کی گویه خطا کرده است. خطا کرده است. درشتم گویم چنین بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده است. بمیسلی که یک رویم به سانی چشم حق گویم. میگه مثل کوه و مثل کوه یک رویم مثال چشم حق گویم. چه جالب. بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده است. جالبه. میدونی هر کدومشون میاد یه تیکه میخونن بعد دوباره یه ریتم جالب میاد دست. میانی که ها میگریختم از دستی جبر سر و من تاریخی سنگین دل جفا اندر جفا کردم. اوه میگه میان کوها میگریختم از ستم و ظلم و چه جالب. بعد میگه این دنیا به من جفا کرده. میانی که ها میگریختم از دستی جبر سر شدا بودم زیهم خونان کی به پول بود دریاها سری کو سری چشم دیم از غم نوا کردم. میگه جدا شدم از همخونان. همون نکنه اونجایش که به من گفتن ایران راجع به ایران میگه. آخه یکی به من گفت راجع به ایران هم توش حرف میزنه. شاید. چی میخواستی بگی؟ میگم که بابا اینا خیلی شبیهن به خدا. پدر بزرن آیا کردن اینطوری؟ خب دیگه مگه پدر بزرن فقط. ولی خب قیافه‌ای هم خدایی شبیهن. مدل مویی شبیهن. خیلی بعد خیلی خوشحاله. آره اصلا افتخار میکنه به که پیش پدرشه.
جدا بودم زی هم خونان گیب بلبل دریاها سری که سری یه لهجه ترکی نداره؟ چرا خیلی آره این آقای جورابک. آره جورابک خیلی چیز داره، لهجه ترکی داره. پول، چون اینجا ترکا مثلا به پولو اونا میگن پول. حق گویان اینجوری گفت، حق گویان. ترکا اینطوری صحبت. حالا نه اینکه ترک ایرانی. دیلم از هم نوا کرده است. ما خودمون 100 تا کشوریم اگه بخوای حساب کنی. مثلا عربا فقط عربی دارن، فارسی زیاد ندارن، مثلا فارسی ندارن، نمیدونم فلان جا فقط یه زبون داره. ما 10 ها زبون داریم. پرام هر کشورهای دیگه رو بوده. چه خوب رفت. آره. چقدر خوب یهویی اصلا اومد گفت برو کنار بینم تا دیگه پیر شدی پدر. حالا هی ما بگیم پدر بزنه مثلا پدرش نباشه، شبیهش باشه، فقط استادش باشه. آره دو بیتی ربایی به به. برو به تازو یکی گفتا تو ایرانی دیگر گفتا تو تاجیکی جدا از اصلی خود میرد کسی ما را جدا کرد. وای من موقعی بدنم دقیقاً راست راجع به شده. ایران بود. آره گفت یکی میگه تو ایرانی یکی میگه تو تاجیکی، ولی تهش گفت یکی ما رو جدا کرده است. وای چقدر داد. نمیدونم به من چیکار کرده. واقعا یکی 5 ثانیه سکوت. 5 دقیقه. واقعا خوب نیست. من خیلی تاجیکستان رو دوست دارم، واقعا میخوام بیام اونجا زندگی کنم. انقدری که شما راجع به ایران و ایرانی صحبت میکنید، به خدا اینجا همش راجع به عربا صحبت میکنم. مغز ما رو گاییدن به خدا. واقعا اصلا بخوای انقدر جف سنگینه بخوای سعیم کنی برسی به اونجا، اصلا مخت نمیکشی، میگی با ول کن. ولی خب باید این کارو کرد، باید برگشت. جهان یک روز بی‌تر که از این آی پرشراری ما به به. جهان یک روز می‌تر که از چیه پرشر آه شرار ما. آره. آه پرشرار ما. جهان یک روز بی‌تر که از این آی پرشراری ما کی برتر کی وطن ما را پیاپی مبتلا کرده است. کی بر تن وطن ما از این آی پرشراری ما کی برتر کی وطن ما را پیاپی مبتلا کرده. آها که برتر که وطن پیاپی ما را مبتلا کرده است. یعنی یه کاری کرده که هی ما وطنمون رو ترک کنیم. خیلی ها آره. وطنش واقعا راست میگه. ایران 8 میلیون مهاجر داره، یعنی نه اینکه تو ایران باشن، 8 میلیون رفتن از ایران. پشمام. تازه اونایی که آمار دارن، اونی که آمار ندارن که خیلیه. اونا دیگه فکر کنم میشه رو 20 میلیون، رو 10-20 آره. میلیون. واقعا 8 میلیون خیلی ها، اندازه یک کشور کوچیک رفتن. کوچیک چیه؟ 2 تا کشور کوچیک رفتن. اتریش و اینا مگه چقدر جمعیت داره؟ گاییدمت. کی برتر کی وطن ما را پیاپی مبتلا کرده است. زمینی سختی کوهستان بی درمان عطا کرده است. رشتم هر کی میگه زمین سخت کوهستان دل نرمم خطا کرده است. میخواند خطا کرده است. این تا
الان صداش آره نمیاد. دقیقاً یه لحظه الکی داشت آه میکرد. آره. نکنه دروغ گفته به ما. حتی نه خیلی. به به آقا همه برخواستن و کف زیتیدن. دل نرمم خطا کرده است. خیلی باحال بود به نظر من، خیلی به واقعا نظر جالب منم بود. خیلی خیلی اصلا. جالب بود، محتوای زیادی داشت. دقیقاً. اکثر شعرهایی که ما توی از زبان خوب تاجیکستان میریم اینه که محتوای خیلی خوبی دارن و خیلی همکاریای جالب و اینکه خیلی خوبن، خیلی مهربونید واقعا شما. آفرین. آره خیلی خیلی حس خوبی به ما میدید، جدی میگم. مثلا موقعی که با تاجیکستانی آشنا شدم یواش یواش با چیزا آشنا شدم که اصلا خیلی خفنید. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ما با عزیزم قراره بریم که یه ویدیو دیگه ببینیم. ما قراره بریم یه ویدیو دیگه بگیریم. حتما اونم بیاید ببینید و در ادامه قراره ببینید. آره همه رو ببینید، لایک هم کنید، به دوستاتون هم معرفی کنید. قراره واقعا بریم سراغ تاجیکستان و کشورهای پارس زبان ببینیم که چه خبره. دوست دارم برم تو قلب تاریخ. دوستتون داریم. خدافظ.